ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار ششم. پس از یک دم رحیمی اکبر در حالتی که موزه‌ای به قوتش غیرچ غیرچ صدا می برآورد به وی نزدیک شده با لبخندی کمی قهرآلود گفت: برای چی این خیل بد نگاه میکنی؟ وجاهت رشاد از بودش جدی تر گردید. من بد نگاه نکردم، فقط گمان نداشتم که ماه‌های دراز خودت را نشان نداده عاقبت در همین سرمای قتال می آیی. راست؟ تو را به گمان مانم. آدمی زنده گمان میبرد، تخمین میکند یا چی؟ به تو گپی حق نمیفارد. به جای پا در هوا لقیدن اول سلام ده. خب انا سلام. رحیمی اکبر قدر ملایم شده لجام اسب را به دست دیگرش گرفت. و علیکم السلام، گفت او به تمکین. در این طوفان عذاب کشیدید البته. هر کس از نصیبش میداند. خوش و یادم فقط به شما میرفت. خالدار پیشتر آمده در پهلوی رشاد شوکه زد. از چی باشد که وی گوشهای بریدهش را سیخ کرده چشم از رحیمی اکبر نمیکند. رشاد نگاهش بی‌فرق سکوت می‌ورزید. چی واقعه روی داد؟ به جانب قره اشاره نموده گفت نهایت رحیمی اکبر: در خواب ماندی؟ بیچاره سگت را دریدند. 2 گوسفند مرده است. آدم بی‌پروا که شد عاقبتش همین. خودت چی؟ یک بار غضبش جوشیده تیغ بر این راست به چشمان او نگریست رشاد. خودت بی‌پروایی. تو به من کاردار نباش. از نظری لاقیت و آهنگ سخنی وی نیز قهرش آمده گفت رحیمی اکبر: تو از وظیفه خودت گپ زن. عیب نیست مگر 2 مردی به دست و بازو یک رمه را عهده کردن نمیتوانید. باز دماغت در آسمان. گویا دیگران در پیش تو متهمند، گویا قهرمان فقط تویی. اولا این که من دعوای قهرمانی ندارم، بلند دماغ هم نیستم. ثانیاً 2 مردی به دست و بازو میگویی، اما کنی آن مرد دویم کجا شد وی؟ برای چی نآمد؟ متحیر ندا کرد رحیمی اکبر. یعنی چی؟ یعنی اش همین که من 6 روز باز تنها، نیست صابر، بیدام و درک، نه زنده بودنش معلوم نه مرده بودنش. 4 روز پیش باید برمیگشت، لیکن تا حال گم. آخر وی طوفان سر نشده برا در آمده بود. با یک خورج نان من خودم گسل کردم. همین گپ جدی یا بیکار نماندم که به از بازی گذرم؟ دغلانه سخنی او را برید رشاد. پس کجا رفتنش ممکن؟ حیرتش بیشتر گردیده گویا از خود سوال کرد رحیمی اکبر. جواب این به آدمی احمق هم معلوم. در بوران مانده، هلاک شده گیست البته. بالای درد دنمل، حالا عین تاخت و تاز گرگان چیلم است. حیفی جوان مرد. اگر در دیه یگان انسانی با عقل می بود به وی می گفت که هوا این خیل ویران، اکنون نرو، صبر کن. نه، هر کس در غمی خود. تو نیش زبانت را به من زدنی باشی، پس گوش دار. مرد یا زیست گفته واقعا آدمی احمق در حال خلاصه می برارد. چون که آب را ندیده موزه کشیدن است این. شاید وی ناخواست به بوران دوچار شده از نیمی راه گشته به دیه رفتگیست، یا در کلبه تو بر این یگان چوپان پناه بردگیست. در آن صورت امروز می آمد. بی‌طاقتانه باز سخنی او را برید رشاد. پگاه فردا گفته نمیشیشت. ممکن است حالا در راه باشد. هرچند غضبش بالا می گرفت دندان به دندان گذاشته گفت به ملایمت رحیمی اکبر: خوب نیست در رفت گمانی بد کردن. تو خودت را دان. از وی پس نآمد رشاد، بلکه دو زد. گمان میبرم یا نه این کاری من.
سیر هیچ وقت پروای گشنه ندارد. تو چی؟ گشنه ای؟ بگذار گشنه باشم، لیکن در ایمان و انصاف از تو بهترم. تو چی میخواهی؟ من نمیفهمم. باز لجام اسب را به دست دیگرش گرفته کیف بر هم کشید. رحیم اکبر: از کدام ایمان و انصاف گپ میزنی؟ اگر یگان کینه و کدورت داری کف، حالا که هر دو تنهاییم به میان انداز. اصلا تو چی کسی؟ عیب و شرم را ندانسته بر روی آدمی از خودت کلان چخیل میدوی؟ توف کردم من به تو بر این کلان. تیاقش را محکم فشرده گفت به یک نفس رشاد: همین طور؟ لجام را سر داده پیشتر آمد رحیم اکبر: بله عیناً همین طور. از چشمانی پرغضب او چشم نکنده به هیچ پسند جواب گرداند رشاد. رحیم اکبر لب زیر دندان گرفت، گویا در قید کدام اندیشه به اطراف نظر دواند. به پیش پایش نگریست، لحظه کله جنباند، بعد دستش را گره کرد و از بین حتی فرصتی میجه کشیدن نگذشته به تکی گوشی و یک مشتی گران فراورد. ابله! خالدار برابری ضربه تاخته به پا خیست. رشاد اول کلوید، پس موازنت خود را از نو دریافته به سری حریفش تیاق برداشت، ولی آن به رحیم اکبر نرسید. او جوسهش را تیروار به کنار انداخت و در حالتی که چکمنش را به یک چابوکی از تن می کشید گفت: تو از افتکار به من دندان داری. یافتی 9 سال اینجانی من به تو ناکس دندان تیز می کنم. دوباره به سوی وی عربده نمود رشاد: اکنون تا از خونت یک چمچه نخورم به مردن نمی مورم و آرام نمی گیرم. رحیم اکبر باز خود را چپ داده از هوای ضربه او آسیب ندیده گفت: مرد باشی تیاقت را پرتا. انا میدان، انا این دست و بازوی من. بیا نترسیده زورت را نشان ده تا می توانی درد و علمت را ستان. رشاد تیاقش را به یک طرف غراند. به تو همین لازم بود؟ بله گفت رحیم اکبر. رشاد با تمسخری آشکارا پوستینش را نیز کشیده به تکی پایش انداخت و از هیئت حریف خود چشم نکنده هر دو دستش را کشاده به دو پیش رفت. رحیم اکبر که لحظه انگ مانده بود از ضرب کیف راست وی نخواست به پشت افتاده، همان دم خواست جسته به پا خیزد، اما رشاد زود به شکم او سوار شده به نخستین مشت دهان و بینیش را غرقابه خون کرد. از پس آن به قفس سینه‌اش کنده زانو زد، به سر و رویش باز چند مشت دیگر فراورد. رحیم اکبر تیلپکش به سوی پریده یک دو دندانش را فرو برده با تمام قوه می کوشید رشاد را از بالای خود به زمین افکند، علاج یافته از تک پایش رها گردد. بنابراین با دستانش چون انبور از گریبان نیمتنه وی محکم گرفته به هر طرف می کشید و در یک وقت تا جایی که امکان داشت سرش را تاب داده یا آرینجش را سپر کرده بعضی ضربه ها را می گرداند. ولی رشاد سست نمی آمد. جوسه او را به همه وزن خود اندرون برف پخش نموده به مشت و زانو دیوانوار می کرد و از غایت غضب رنگ رویش قریب جیگری شده دهانش کف آورده با آواز خیراسی تکرار به تکرار می گفت: اینش برای آن که فرزند آدم در نظرت پشه بر این نمی تابد. اینش برای آن که چی بودنی رحم و شفقت را نمی دانی. اینش برای آن که در لب خنده داشته باشی هم دلت به مثل انگیشت سیب سیاه. اینش برای آن که هرگیز مسلمان نیستی، از خدا بیخبری. اینش برای آن که با وجودی به دولت بودن دزدی میکنی، یک گوسفند کالخاص را دوتا شدن نمیمانی. اینش برای آن که من کم بغل را از سان آدم برآوردی، پول و مالت را پیش انداخته به فریب و نیرنگ گهواره بخشی مرا به زنی گرفتی. اینش برای آن که
دیده و دانسته رسم و آیین پدر و بابایانمان را زیر پا کردی. اینش برای آن که تو حالا هم از یگان رذالت روی نمیتابی، زیرا از روز ازل پلیدی شدیدی. از هرچی وی میگفت، رحیم اکبر در عین کشاکش بعضیش را شنیده و بعضی دیگرش را در گوش نگرفته با آهنگ ندامت 2-3 بار به زبان آورد. باعث درد و علم تو لعین را من اکنون فهمیدم. پیش فقط تخمین میکردم که چرا تو چشم دیدن نداری مرا، برای چی روبرو آمدن زمان قوتت کنده و رنگت پریده مرده غسال را میمانی. کی بودنی تو را من اکنون دانستم. من ساده اکنون فهمیدم که تو رشک میبرده ای، حسود بوده ای، در آتش رشک و حسد سوخته سوخته خاکستر میشده ای. سزای سرت. هر کس آخر از دل و نیتش میبرد. حرام بوده ای تو، حرام. وی بغیر از همین دیگر سخنی نگفت و از آن که حالا در تک پای رشاد مانده پیاپی ضرب و لط میخورد، جانش در بدن نگنجیده، حتی یک لحظه خود را حقیر و ناتوان پنداشته، ناموسش شرف انسانیت چنان بالا گرفت که با تمام آواز نعره کشید: یا پیرم. به چشمت نشان میدهم پیرت را. گشت مشت برداشت رشاد، اما رحیم اکبر گریبان او را 2 دسته سر به سر آورد و سخت تاب داده تا میتوانست گردنش را در حلقه آن بوقی کرد. بعد که رشاد یک قدر سست شد، دندان به دندان مانده، همه رگ و پی خود را ترن کشیده، تنی وی را به یک افشاندن گرفته در پهلویش انداخت و چقان تاب خورده یارای برخواستن نداده، اول به تکی قبرغش به جگرگاهش لگد زد. پس فی الحال در بالایش سوار شده به درجه مشتکاری کرد، آنقدر بزانو کوفت که او دیگر از جای نمی جنبید. دستانش به 2 طرف کشاده، سر و رویش آغشته به خون، لاشه بر این در میان برف می خوابید. رحیم اکبر آهسته به پا خیست و به اندیشه مبادا کلویده بیفتد فرصت بی حرکت ایستاد. دلش نامرتب تپیده به زور نفس می گرفت. قفس سینه‌اش سخت درد می کرد. لبی پایینش کفیده، زیر منهش دهان و بینی و چکه هایش چون در آتش می سوختند. چشمانش نیز ورم داشتند که اطراف در نظرش تیره تافته قریب کشاده نمی شدند. خالدار گاه در گردی او و رشاد چرخ زده، گاه دورتر رفته کنده کنده می جکید. اسب گویا با حیرت دهانه می خواهید. پایهای باریکش را مانوگیر کرده دم به دم یال می افشاند. رشاد از دل و جگر یک دو نالش برآورده قدری چشم گشاد. به رحیم اکبر نگریست. بعد آرینجی دست راستش را به زمین تکیه داده خواست پهلو برگردد، بخیزد، ولی هرچند کوشید نتوانست. زور زده خواست چیزی بگوید، ولی خود همان لحظه از کنج لبانش خون تراویده، از دهانش بغیر از یک غرغوری پس دیگر صدای بیرون نآمد. رحیم اکبر به چشمانی بی افاده او با نفرت نظر افکند. هنرت همین قدر بوده است و گمان می بردی از دغدغه‌ات سنگ آسیا می گردد، یا انا آن کوهی بزرگ تلخان می شود.
احمق نباشی. و این را گفت و پیش پایش آمیخته به خون توف کرد. چنین می نمود که بر روی رشاد توف می اندازد. پس آهسته تاب خورده به سوی اسبش وزین قدم پرداخت، اما زود ایستاد و بی اختیار به افق مغرب نگریست. در آنجا در فراز قله های بلند کوه فرهاد که سراسر برف پوش بودند، در کنار وسعت آباد کبود قرص آتشگون آفتاب می درخشید. از پرتوش بخیه آسمان به خود رنگ قرمزی گرفته هوش کس را می دزدید. چه دلرباست این منظره بیگاه زمستان. عجب که حالا چون در خواب به ایام کودکیش می رود خیال رحیم اکبر. پایهایش را به تک صندلی انداخته او در پهلوی پدر نشسته است. مادرش چای می کشد. خانه گرم بر هوا. از تیریزه برف روی حولی به چشم می رسد. در دوری های دور در فرق همین کوهی بلند افق لالگون می تابد. بعد رحیم اکبر ناگهان در پیش نظر صورت فرزندانش را دید. دو پسرچه و یک دخترچه به گردنش می چسبند. خیالش که وی حتی آواز جرنگاسی آنها را می شنید. روی و مویشان را شمیده از حلاوت زیاد سرش مهین مهین گیرد می گشت. رشاد پایش را پیشتر کشیده دستانش را غون داشت. با دشواری در جایش نیمخیز شده سری تراشیدهش لوچ به اطراف چشم دوان، لیکن تلپک خود را نیافت و از درد جانکاه اعضای بدنش به تنگ آمده باز در بالای برف غلطید. پس در وضعی که هر دو دستش را به صندوق سینه گذاشته سخت نفس میکشید با یک عالم عداوت به رقیبش نگریست. رحیم اکبر خم شده به کفش برف گرفته خونی سر و رویش را شست. لب و دهانش را چکه هایش را کمی مالید. جای دو دندان شکستهش را از بالای لنج با نوک انگشتان پخش کرده دید و خیال آلود دست به کلش برده قفا گشت. دورتر از رشاد تلپکش را یافته برفش را افشاند. با او که قریب در پیش پایش دراز می‌خوابید حتی نظر نافکنده آن را بی‌شتاب پوشید. گوشک‌هایش را فراورد و قمچین را از ساق موزه‌اش گرفته همچنان آهسته به جانب اسب قدم نهاد. خالدار اکنون نمی‌جکید. در بالای برف چوکه نشسته زبانش کشال از این دو نفر گاه به یکی و گاه به دیگری می نگریست. کاش که حالا کمانم می بود. چشم از رحیم اکبر نکنده گفت با تأسف خود به خود رشاد و ناخواست فکرش روشن گردیده بلکه دقیق به کار در آمده سرش را اندکی برداشت. آرنج یک دستش را به زمین تکیه ماند، دستی دیگرش را به پهلویش بود و از غلاف در میان بند اندرمان کاردش را بیرون آورده در کفش محکم فشرد. زور زده با وجود درد طاقت شکن نیمخیز شد و در جایش نشسته یک دستش همان طوری که بود در زمین تیر تخت پشت رحیم اکبر را به نشان گرفت. وی هنوز به اسب نزدیک نرفته سری راه چکمنش را از پیش پایش برداشت. 2-3 مراتبه افشاند. وقتی میخواست آن را به کتف اندازد رشاد تمام قوهش را جمع آورده گویا به یک تار کشیده کاردش را با ضرب هوا داد و در زمان از کار خود قانع گردید و آخر فقط کمی خطا کرد و بس. آن تیغ پولادین در بری گردن رحیم اکبر تا گلبندش فرو رفته هم چکمن
و هم قمچین از دستانش رها شدند. وی تاب خورده به سوی رشاد متحیر قدم پرداخت، اما لااقل 2-3 بار پای نمانده با دهانی پر از خون بر روی برف غلتید. اسب سمکوبان شیهه کشید. خالدار به سرانجام راست زد و تاخته پیش رحیم اکبر رفت. در گردی او یک فیر گشته از چی باشد همان خیلتازان بازپس آمد و از نو در جای خود نشست. اطراف همانا در قید سکونتی قرار یافت که بغایت گران و تهدیدآور بود. رشاد چشمانش به اختیار نم گرفته چقور نفس کشید و با تعجب درک نمود سری سینه‌اش قبره‌هایش درد می‌کنند، ولی نه به آن شدت که تمام این دقیقه ها او را چون در اسکنجه عذاب می‌دادند. گویا رحیم اکبر از پای در آمدن برابر برای و پایش گرمی دویده دردش نیز رفت می‌گیرد. بگذار تدریجاً اما تن و جانش آسایش می‌یافتند. همین زمان آفتاب می‌شیند. به کوه فرهاد یک نظر دوخته از دل گذراند رشاد و اکنون هر دو دستش را به زمین تکیه داده آهسته از جای خیست. نه، هنوز درد می‌کند اعضای بدنش، علل خصوص قبره‌هایش، نخواد شکسته باشند. وی فرصت روی به مثل تراش شخ و افگارش را، گردن خونالودش را مالید. میانش را داشته باز یک نفسی عمیق گرفت. بله، سخت است فشار قفس سینه‌اش. سری از ضربولتی بسیار ورم کردهش نیز حالا خنک می‌خورد. حلقش قاق، دل و جگرش از تشنگی گویا می‌سوزد. وی به گرد و اطراف خود دفعتا نظر دواند. کجا شد تلپکش؟ به تگی زمین ندر آمده است البته، لیکن نیست، نمی نماید. از تزییق خاموشی بود یا از چیزی دیگر، گوشهایش هم به درد صدا می دهند. رشاد دوباره دست به میانش نهاده، پایهایش به مانند سرب وزنین کمی ایستاد. پس با احتیاط قدم برداشت، یک دم پیش رفت، ولی چشمانش سیاهی زده و سرش گرد گشته زود توقف نمود و تا که نفتد آهسته در روی برف نشست. کی می گذرد این احوالش؟ وی لبانی کفیده‌اش را که از کثرت ورم جا جا سنچه بر این سخت بودند مدت لیسیده خونش را به زمین توف کرد. خونی بین دندانهایش را نیز بعضی از آنها لیخانک مکیده پرداخت. رویش را بری گردنش را در برف شست. از ریش و مویلبش صبح سرخ آب می‌ریخت. هرچند خنک می‌خورد تا دمی که وی خشک نشد گشته و برگشته به کفش سترد. پس یک کله جنبانده به شتاب باز به پا خیست. آهسته قدم ماند. اینک سرش زیاد چرخ نمیزد، ولی پیش چشمانش را گویا پرده گرفته برف اطراف چون از پشت میغ در نظرش تیره میتافت. شاید آفتاب میشیند. نه، وی هنوز غروب نکرده است. رشاد چند قدمی دیگر پرتافت و خم شده در حالتی که نفس در سینه‌ای درمندش گره می‌بست، پوستینش را با یک عذاب از بالای برف گرفت. آن را حتی نافشانده راه روان پوشید. هنگامی از پیش جسدی رحیم اکبر می‌گذشت، سرش گویا از نو به چرخ آمده بدون اختیار قدم باز داشت. رقیبش برو افتیده در میان پنجه‌های هر دو دستش برف سرد آغوشته به خون و بی حرکت می‌خوابید. اسبش که حالا غمگین در پهلوی وی ایستاده گاه گاه یال می‌افشاند، ناخواست بر رشاد نگریسته دهانه خایید. بعد سر افراخت و در گرد صاحبش یک چرخ زده با غضب سم گفت. برف پیش پایش را به هر طرف پاش داده سخت
شیهه کشید. خالدار که از پی رشاد آمده بود ترسیده خود را از آنها دور گرفت. اسب باز سم کوفت، باز صیحه کشید. سپس ناگهان خاموش مانده سر به زیر افکند و در برابر وی کلی موجودات غرق سکونت گردید. هوا یک بار تیرگون شده گویا به پرده تومن پیچید. رفت آفتاب. از اشقر زیبای رحیم اکبر چشم نکنده خیالش پریشان عقیده کرد رشاد. و از چی باشد خودی همان لحظه نسرین را به یاد آورده و جاهتش تغییر یافت. به سراپای وی از نو آتش سوزان کینه و کدورت دویده غضبی مدت قبل فرو نشسته‌اش دوچندان بالا گرفت. بس در این برفستان شخ شده ایستادن. به یک کار آغاز که نمود پس آن را پوره انجام دادن لازم. اکنون بدیهه می رود. هرچی زودتر بدیهه رفته 9 ساله درد و علمش را، تن و جانی پر از رنجش را، نهایت عشقی سرگردانش را در همان منزل آرزوهای بچگی می گراند. یک جای با نسرین می گراند. اگرچه شب فرا می رسد دشوار نیست رفتن. انا اسبی تیار. باز این که تیغ دارد، کمان دارد. بله، حالا فقط شتاب کردن لازم. و مردن که وی در برابر دشمنش مرد، یعنی آب از سر گذشت. یک وجب از سیاست و جب اکنون فرق ندارد. پس چی لازم آن بی وفا را زنده ماندن؟ چی در کار با قلب لبالب از آرمانها در 4 دیوار محبس پوسیدن؟ یا از این دنیای روشن به 2 دستی بیرون از گور به خاک سیاه رفتن؟ مادام که حیاتی او اصلا بی‌معنی بود پس بگذار تا آخر بی‌معنی باشد، سزای نفرت باشد، لایق به لعنت باشد. رشاد با چنین تصور از جسدی رحیم اکبر و از اسب سرخمی او چشم کنده پایهای بیمدارش قریب کشاله رو به کلبه نهاد. هنگامی که دری آن را غیجیراز زنانده کشاد پیش از همه نظری تیرش به سگ بیمار افتاد. بیباک صاحب خود را دیدن زمان به حرکت آمد. خواست به وی نگاه کند، به زبان دل احوال پرسد و بدین منوال فهماند که از دیدارش خرسند است. لیکن همان دم سرفه‌اش گرفته نتوانست حتی درستر سر بردارد. رشاد در را از پشت خود نپوشید. در هر صورت میمیرد جانور و به حال بیباک دیگر اهمیت نداده به مابین کلبه گذشت. عذاب میکشید وی، درون مینالید. نه تنها از درد قفسی سینه‌اش، نه فقط از گیری خوردنهای نفسی ناهموارش، بلکه سخت تشنه هم بود. بنابراین زود قمقان را گرفته تا میتوانست از جای حالا خنک آن حریصانه نوشید. از 2 کنجی لبانی به جراحتش ریزانده ریشی کوتاه قیچی زده قیرگون و بری گریبانی پوستینش را تر کرده هر لحظه دم گرفته خیلی نوشید. بعد چنان که همه قصد خود را از بیچاره قمقان می ستانده باشد آن را با ستیز به پیش پایش به آتشدان سرد انداخت و از این ضرب قریب تا بر رویش گرد خاکستر خیست. رشاد توف کرد. تشنگیش شکست یا نه، اما درد صندوق سینه‌اش بیشتر می شود. چشمانی ورمش خونریز. وی به لاغ و پری کلبه بی پروا یک نظر دواند و قدمی به پیش پرتافته از بری دیوار در شست کمان را گرفت. از پله خورجین آخرین 5 دانه تیر را نیز بیرون آورده در کیسه پوستینش آسیمه جا کرد. یادآور می‌شویم که شما قصه سنگ در بغل به طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار ششم، راوی قربانی صابر، کار کارگردانی شیرعلی نغزلی.